الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، به ما سوال آمده است که در مسئله ماهواره سپوتنیک آنتن که هست صحبت میکردید و حکمی این ماهواره را بیان می نمودید که جایز است که انسان به خانواده اش این چیز را وارد کند یا نیست. بارک الله فیکم. البته هر یک چیز پیش از این که حکمش بیان کرده شود باید علتی این حکم ذکر کرده شود. پس ماهواره این یعنی یک سیستم موج گیری و به شما آزاد کردن بعضی از شبکه‌های تلویزیونی، البته به خود مفید چیزهای زیاد را هم دارد و چیزهای حرام را هم دارد. بعضی از علما مطلقاً من باب این که این یک در فتنه است حرام کرده اند، سدا للذریعه. سببش این که سدا للذریعه، به خاطر اینکه گفتند این یک در از دروازه های فتنه و در از دروازه های فحشا است و بسیار قصه ها را هم آورده اند که خانواده از سبب همین یعنی ماهواره ها به بینهایت فتنه ها رسیدند که اعوذ بالله من ذلک، به الله پناه میبریم. اما علمای دیگر میگویند که این یعنی ماهواره به مانندی مثلا نگاه کنید کارت هست، شما کارت رو میتونید که به حلال استفاده برید و که حرام، لیکن البته این قیاس والله علم قیاسی کمی ضعیف هم باشد، زیرا که ماهواره یعنی در مثل کارت به کاری بعد یعنی استفاده نبرید، هم در جای نشست یک کانال فاحشه رو موندن دیدن البته در ماهواره ممکن است. ماهواره ممکن یا که به اینترنت هم همین است. اما ما میگیم هر کسی که یعنی فحشا رو محکم بکند و به کنترل خودش کمی هم باشد، یعنی باوری داشته باشد و به خاطری یعنی آموختن بعضی از مسائل خیلی که در اینجا مثلا تلاوت قرآن است، گوش کردن قرآن یا که برای بعضی گوش کردن بعضی از مسائل مفید بگذارد، باکی ندارد. بارک الله فیکم. و البته این رو مطلق حرام گفته نمیشد. ما میبینیم انسانی که به سبب همین ماهواره هر روز مثلا مخلص فوتبال شده است و مخلص سریال ها شده است و مخلص یعنی اعوذ بالله چیزهای فحش و فاحشه شده است، برای این حرام است. 100% حرام است، این گناه کبیر است. اما برای کسی که برعکس صحبت های خوب گوش میکند، استفاده میبرد، تلاوت قرآن گوش میکند و از این به حرام نمیرود، هر یک چیز وقت خودش که استفاده میبرد، در این حالت باکی ندارد. بارک الله.